سلام بچه‌ها، من محمدم و خیلی خوش اومدی به محمد گیم نیوز. امروز قرار ریمیک اساسینز کرید بلک فلگ رو با هم بررسی کنیم، ببینیم چه چیزهای بهتر شده، چه چیزها ممکنه برای طرفدار قدیمی ناراحت کنه. تو این ویدیو گرافیک، گیم پلی گرفته تا تغییرات ویژگی مثبت، نقاط ضعف و اینکه آیا این ریمیک این بازی ارزش بازی کردن رو داره یا نه. برو بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما من خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بزنید، سابسکرایب و فراموشتون نشه. بالا ویدیو قبلی خب تا اونجایی که من دیدم خوشبختانه برای ویدیو اول تونست 18 تا ویو بگیره تا اینجا و واقعا هم خیلی خوب بوده. دم تک تکتون گرم. فقط اگه ویدیو رو دارید نگاه میکنه خواهشاً حمایت هم انجام بدید، لایک کنید، کامنت انرژی دار بذارید یا سابسکرایب حداقل کانال رو انجام بدید. دم تک تکتون گرم. برو بریم سراغ ویدیوی امروز. خب اول ما از نقاط قوت بازی شروع میکنیم که نکته اول اینه که گرافیک بازی واقعا فوق‌العاده شده. نور پردازی ها، بافت و جزئیات محیط نسبت به نسخه اصلی چندین پله افزایش گرافیکی و تکسچرهای خیلی با بافت بهتری داشته واقعا نسبت به بازی 2013ش که بوده و واقعا خیلی از نظر گرافیکی و چیزهای دیگه خیلی پیشرفت کرده. نکته دومش اینه که دریا و نبردهای دریایی خیلی بهتر شدن، بهتر از همیشه شدن. فیزیک آب، امواج‌های آب‌ها، نوع آب و هوای بازی، بارون و همه اینا خیلی بسیار طبیعی تر شدن و بهتر شدن. نکته سوم اینه که انیمیشن پارکورها روانتر شدن، حرکت شخصی حس مدرن‌تر و جدیدتری به آدم انتقال میدن. آدم فکر نمیکنه این بازی مثلا ریمیک کرده باشه، این میکنه مثلا جدیدتر شده، یه بازی جدیده که اصلا یوبیسافت ساخته. و اینجا میخوام یه نکته خارج از ویدیو بگم. یوبیسافت اگر همین حرکت رو که روی بازی قبلی خودش یعنی اساسینز کرید بلک فلگ انجام داده، اگر بتونه رو بازی های قدیمی خودش که تو نسل هفتم و تو نسل هشتم منتشر کرده ادامه بده و همین فرمول استفاده کنه، یا مثلا یه نسخه دیگه یا همون ریبوت کنه یه بازی دیگه رو و با همین جزئیات بهتر و داستان خوب ارائه بده، دوباره میتونه به همون روزهای اوج خودش در نسل هفتم و هشتم برگرده. اینم یه نکته میگم که شاید حالا طرفدارای زیادی هم هستن که اگه کسایی هستن که نگاه میکنن و موافقن حتما لایک رو بچسبونن. دم تک تکیتون گرم. بریم سراغ ادامه ویدیومون. نکته چهارم و نکته مثبت چهارم اینه که مبارزه بروزی سانه‌تر شده، کنترل شخصیت ها نرمتر از نسخه اصلی شده. یه ویژگی که ما الان داریم، الان شما میتونید با ادوارد کلاه اساسینیتون رو خودتون بندازید یا بردارید. مخفی کاری که میخواین انجام بدید، ما تو نسخه 2013 مثلا باید در بوت‌ها که بودیم باید اونجا مثلا انمی رو میگرفتیم و میکشتیم، ولی الان شما میتونید روی زمین‌های صاف و همون زمین‌های صافی که بوت و علف و اینا نیستن بشینید و به صورت مخفیانه هدف خودتون رو به راحتی بکشید. و این یه نکته بسیار مثبتی بوده که باعث افزایش طرفداران یوبیسافت میشه که یه ویژگی خوبه. یه ویژگی بعدیش هم میتونم راجع به کشتیش استفاده کنم. شما قبلا ما حالا آهنگ‌های بسیار زیبا و خاطر انگیز داخل بازی داشتیم که اینجا هم داریم، ولی باز هم آهنگ‌های جدیدی اضافه شدن به بازی. یعنی چی؟ یعنی همراه اون آهنگ‌های قدیمی و نوستالژی آهنگ جدیدتری هم اضافه شدن و نه تنها این آهنگ‌های جدید هم اضافه شدن، هیچ، شما میتونید اصلا آهنگا رو خودتون به سبکی که دوست دارین انتخاب کنید یا اصلا آهنگ نذارید. واقعا این ویژگی بسیار مثبت و عالیه برای این بازی. نکته ششم و نکته مهمی که هستش، این بازی داستان، فضا و هر چیزی که در نسخه 2013 داشته وفادار مونده و هیچ دستکاری برای این داستان بازی و حالا فضای بازی هیچ تغییراتی فکر کنم نداده باشه. چون گیم پلی بازی دیدم همون داستانی که 2013 داشتیم اینجا هم داریم بدون تغییر، ولی با بافت بسیار زیبا، افزایش چند و چیز دیگه. و اینه که بچه‌ها حالا ما تو 2013 اون کسایی که یادشون نیست یا اصلا بازی نکردن، ما یه بخشی داشتیم به نام حالا حالت انیمس بود
و ما یه فردی بودیم که اصلا شخصیتی نداشتیم، یعنی تعریف نشده بود. این حالا اساسین های قبلی مثل دزمندو یا فردای دیگه نداشتیم ما مثلا تو آینده. و یه شرکتی بود تو ابسترگو کار میکردیم، اینا باید میرفتی انیمش خاطرات ادواردو بازی میکردیم، میرفتیم جلو. داستان همین اپلی که حالا کسایی که اساسین فن هستن خواهی میکنم یکم کلامم بد شد، اون کسایی که اساسین فن هستن میدونن من دارم چی میگن، چی میگن واه خدایا بله عرض میکردم چی میگم، یعنی اینکه شما دیگه به جای اون ابسترگویی که برید نمیدونم به چرخید و کسل وار کننده باشه، هیچ داستانی درست حسابی پشت این نداشته باشه، ما این دفعه یوبیسافت یه حرکت زیبا زده و انیمس رو استفاده کرده، انیمس رو اضافه کرده واسه اینکه بخوای شما یه نمیدونم اوتو سیو انجام بدید، یه سیو سریع انجام بدید که خیلی خودش الان خوبه و شما سریع راحت میدن اگه عجله داشته باشید جنگی 3 ساعت حالا سیو و اینا بکنید، راحت همونجا یه سیو بکنید و ببندید و برید سر کاراتون. حالا میرسیم به نقاط ضعف بازی. مأموریت ها بعضی جا تکراری هن، همون فرمول قدیمی که تو بازی اصلی بوده که تکرار شده و مأموریت ها تکراری موندن. البته خب در ویژگی های تکراری بودن چیزهای جدیدن که اضافه می‌کردن خودش به اندازه کافی خفن. حالا یه عدتون اسخای می‌کنم، یه عدتون حالا نریزید یه چیزی نگی حالا به هر حال. دوم اینکه هوش مصنوعی دشمنان هیچ تغییری نکرده و امیدوارم یوبیسافت هوش مصنوعی رو قوی تر کنه، یعنی به اندازه اون چیزی که انتخاب میکنی هوش مصنوعی انمی قوی تر بشه و کارت سخت‌تر بشی. این من دوست دارم این فارکرای باشه یا اسپینیسل باشه، این مثلا مخفیانه رو یه خورده سخت‌تر کنم و یه خورده جذاب‌تر کنم که وقتی اون مرحله رو رد می‌کنی احساس قدرت بگیری، حس شادی بگیری. این ویژگی به نظرم خوبیه. حالا شاید بعضیتون مخالف باشه ولی من این مدلی واقعا دوست دارم این کارا رو انجام بدی با هزار زور و زحمت، مثلا یه مهره مخفیانه رو زحمت بکشی ردش کنی، اصلا یه حس عجیب و غریبی میذاری. اون کسایی که حالا میدونن من چی میگم واقعا بیان تو کامنت ها اعلام کنن یا یه قلب قرمز بذارن. دم تک تکتون گرم. حالا بازم ببخشید دوباره دارم میگم، حالا وسط ویدیو نمیام و بگم ولی بازم گفتم دیگه. لایک کامنت فراموشتون نشه. اگه دارید این ویدیو رو میبینید حتما لایک کنین این ویدیو رو، کامنت هم بذارید، کامنت انگلیسی بذارید که یوتیوب شما رو با تشخیص نده. دم تک تکتون گرم. اگر ویدیو ها رو هم دارید میبینید لایک هم کردید کامنت هم گذاشتید سابسکرایب هم فراموشتون نشه، زنگولم اگه خواستید آن کنید که ویدیوهای جدیدم ازش باخبر بشید. میرسیم به سراغ نقطه سوم. نکته سوم که هستش بعضی از محتوا که دو نسخه اصلی بودن حذف شدن و برخی از طرفدارای قدیمی یکم نارضایتی داشته. خودم این بازی حالا پلی ندادم یا گیم پلیشو کامل ندیدم، گیم پلیشو مثلا در حد یه نیم ساعتی نه دیدم ولی فکر کنم بهشون توجه نکردم و نه سعی میکنم که بیشتر نگاه کنم. اگر نکته چیزی بود این زیر مینویسم تو این ویدیو که مینویسم که براتون این زیر بفهمید حالا چرا بعضی از هوادارهای قدیمی ناراحت شدن به خاطر این تغییرات رابرتو کاربر یا یوالش برای همه خوشایند نیست. حالا رابرتو کاربر و ارتباطه یه مقدار مثلا به نظر بعضی خشک به نظر میرسه. نکته منفی بعدی پنجمیمون هستش مبارزات نسبت به نسخه اصلی و بعضی از بازیکنان حس سنگینی و تاثیرگذاری اونقدر عمیق حالا به انتقال پیدا نمیکنه. حالا امیدوارم یوبیسافت بیاد همون جزئیاتی که تو بازی قدیمیش گذاشتم اینجا اضافه کنه که بازی طرفدارا و هواداراش بالاتر برن و میزان هوادارا بالاتر برن و هواداران قدیمی یوبیسافت دوباره برگردن. و این کاری که یوبیسافت میکنه به نظرم خودش یه پیشرفت بسیار زیباییه. یعنی یه بازگشت عین رزیدنت ایول که سال 2019 با آوردن ریمیک حالا 2
تغییرات و جزئیات، حالا یه خوردم داستان و اینا زیاد حالا دست درازی تو داستان نکردن، ولی باز همون بازیه کم، با اینکه ریمیکش کردن ولی با اون کمی که داشت فوق‌العاده شاهکار بود و فوق‌العاده بازی قشنگی بود. میرسیم به نکته آخر این ویدیو که میگیم برای کسانی که نسخه اصلی رو بارها تجربه کردن ممکنه تغییرات اونقدر زیاد نباشه، این اونقدر تو چشم نباشه یا به زیاد مثل خودم دقت نکرده باشم. بچه‌ها من خودم هم نسخه 2013 شو دارم پلی میدم و خب اونقدر دسترسی به حالا یه کنسول بسیار قوی، یه سیستم بسیار قوی ندارم که بتونم ریمیکش رو بازی کنم. برای همینم من گیم پلی‌هاشون رو میبینم، جزئیات چیزی بود زیر این ویدیو اضافه میکنم که شما مشاهده کنی. میرسیم سراغ پایان ویدیو، جملات پایانی که از نظر خودم رو دارم اعلام میکنم. حالا شاید بعضیتون موافق باشین، شاید بعضیتون هم مخالف باشین. به نظر من ریمیک اساسینز کرید بلک فلگ یکی از بهترین بازسازی های یوبیسافت محسوب میشه، یعنی بهترین کار ممکن عین کپکام. اگر دوباره حالا به اون گنگکاری که سالهای قبل زده بر نگرده واقعا عالی میشه، مثل گنگی که تو شادو زد به اون بازی که اصلا انتقال داد، بعضی اصلا سمت این بازی نرفتن. خود من اصلا حالا دوست و آشنا من یه کنسول داشته باشم بخوام بازی کنم، اصلا خودم سمت تجربهش نرفتم. یکی از حالا فامیلمون داشت، من اصلا سمت بازی نرفتم. انقدر گیم پلیش خوب بود، داستان و زمونش هم خوب بود، ولی اساسینز نبود. اون اساسینزی که ما داشتیم نبود. ما اساسینز داشتیم، ادزیو داشتیم، نمیدونم کانر داشتیم، همین ادوارد داشتیم که فوق‌العاده بودن و این بازسازی باعث شد دوباره یوبیسافت به ریشه اصلی خودش برگرده. با این که چند تا ایرادم داره، اما اگه عاشق دنیای دزدای دریایی، فیلم دزدای دریایی کاورای رو نگاه کرده باشید و عاشق بازی دزدای دریایی باشید، این بازی خوراک خودتونه که تو این نسل کسایی که دستگاه در حد تو این نسل دارن حتما این بازی کنن. داستان فوق‌العاده، گیم پلی اضافه فوق‌العاده. اگه اون آپدیتی که میگم یوبیسافت این کارو بکنه واقعا عالی میشه و اینکه ارزش تجربه این بازی رو به شدت بالا برده که ارزش تجربهش رو بیشتر میکنه برای کسایی که دوست دارن این بازی رو دوباره تجربه کنن یا اولین بار میخوان تجربه کنن. خب دوستان میرسیم به پایان ویدیو. دوست دارم نظر خودتونم بدونم تو این ویدیو. به نظر شما این ریمیک ارزش خرید داره، ارزش با گردن چند بار داره این بازی اصلیش یا نه؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. لایک، کامنت، سابسکرایب و فراموشتون نشه. ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید. دم تک تکتون گرم. تا ویدیو بعدی، بدرود.